اینم راز ترفندم برای استراتژی خفنم. من بهش میگم گپ خستگی. بیا بهت بگم. ببین فرقی نداره روند صعودی یا نزولی. آخرین لگی که پرفشار و پرقدرت بریک میکنه اولین کف سر راهش رو با نهایت 3 کندل 1 2 3 خودش رو بالای این ناحیه میرسونه. این حرکت رو من میگم گپ خستگی و تو مدام میتونی دیگه بایر باشی. ببین اینجا وقتی میرسه پر مومنتوم بریک میکنه و اولین کف سر راهش رو گفتیم با نهایت 3 کندل که اینجا میبینیم با 2 تا کندل میاد بالاش تثبیت میزنه و تو دیگه میتونی بایر باشی. بیا بریم مثالش رو ببینیم. ببین تو این قسمت روندمون یه روند ریزشی میاد آخرین کفش رو میزنه توی برگشت 1 2 3 با سومی تثبیت داده. پس اسل رو میکنیم این پایین. تیپی هم روی اون لگ حرکتی که برامون اومده تقریبا اینجا تیپی 6 رو بهمون میده. یا تو این یکی مثال نگاه، دوباره روند ریزشیه، آخرین کف رو زده 1 2 3 4 5 تا اینجا کندل بوده. خب پس طبق استراتژی ما نیست، نباید باهاش ترید کنیم و میبینیم خیلی راحت قبل اینکه به تیپی برسه برگشته اومده استاپ ما رو زده و تو حرکت بعدی 1 2 با 2 تا کندل شکسته. طبق استراتژی ماست. استل رو میکاریم، تیپی هم مشخصه. توی روند کامل بایریم. توی این شکل بهم بگو تو بایری یا سلر، ببینم مبحث چقدر